گفت من خوراک میکنم میزک ما او چایت. این زنی بداخلاق و بی حیا را همه اتون میشناسید. گنجینه نام دارد. با فحشگویی و بداخلاقی مشهور است. با لباسهای به نمایش میبراید که تمامی پستی و بلندی بدنش نمودار است. خانم گنجینه، آیا باری هم مرگ را به یاد آورده ای؟ باری هم عذاب قبر و قیامت را به یاد آورده ای؟ نخواد تا به همین درجه به شرم و بداخلاق شده باشی که مسلمان بودنت را هم فراموش کرده باشی. مسلمانیت یک سو، این بداخلاقی هایی که به نمایش میگذاری از دایره انسانیت هم بیرون است. مبادا از جمله زنان دوزخی باشی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صفت آنها را بیان فرمودند. در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند دو گروه از اهل دوزخند که تا حال آنها را ندیدم. یکی از آن دو گروه زنهایی هستند که لباس پوشیدند ولی با وجود لباس پوشی برهنه و لوچ هستند. بله، این صفت ها در تو کاملا دیده می شود. لباس پوشیده ای ولی با وجود آن برهنه و لوچ هستی. آیا نمی ترسی که از جمله زنان دوزخی باشی؟ با چنین سر و لباس هزاران مرد را به گناه می کشی و گناهی همه آنها را به دوش می گیری. خانم گنجینه، من تو را به عذابی دردناکی از جانب الله می ترسانم که اگر توبه نکردی به صورت بلا و مصیبت ها بر سرت می آید. یقین بدان که خداوند کسی را که به حیایی را در جامعه پهن می کند هرگز به جزا نمی ماند. این را یقین بدان.